أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد اولین شخصی که روز قیامت خداوند او را دوباره زنده میکند، بعداً تمام کائنات را. این اولین شخصی که از خواب میخیزد کیست و چی میگوید؟ گوش اندازید. آمدن قیامت حق است. باید هر یکی ما این را بدانیم و قبول کنیم. کسانی که این کار میکنند که قیامت نیست و در عذاب خداوند گرفتار میشوند. وقتی که آخر زمان میشود، خداوند کوهها و زمینها را آب میکند. در آسمان این ستاره هایی که ما میبینیم، هر یک کدام اینها برابر از دنیا هستند. همه این ستاره ها با امر خداوند پاره پاره شده به زمین میافتند. در این حالت همه در فکر جان خودش است که جای پنهان شوی بیابد، اما در این حالت دیگر جای پنهان شوی نیست. این حکم خدا است که همه آدم و انس جنس و پری باید که بمیرند، بجز ذات خودش که نمیرنده است. در این حالت خداوند به حضرت اسرافیل امر میکند که سر بدوان، تا اینکه در این دنیا کسی زنده نماند. سر چیزی است که به مانند نی است، چگونه که در تویها می نوازند، و چند سوراخی دارد که سر هم به مانند نی 8 سوراخی دارد. در بعضی از روایت ها 10 تا آمده است و این سوراخی ها برابر دنیا کلان هستند. چنان یک آواز دهشتناکی است که به شنیدنش انسان زنده نمیماند و این سر با فرمان خداوند یکتا کشیده می شود و همه نیست و نابود می شوند. زمین و آسمان به یکدیگر برابر می شوند و خداوند به ملک الموت می گوید که در روی زمین زنده ماند. ملک الموت می گفته است من زنده ماندم و جبرائیل، میکائیل و اسرافیل. خداوند به ملک الموت امر می کرده است برو جان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را هم بگیر. وقتی که جان این سه را میگیرد، باز به نزد خداوند برمیگشته است و الله میگوید باز کی مان در روی زمین؟ ملک الموت میگفته است خدایا در روی دنیا من ماندم و ذات پاک تو. خداوند امر میکرده است که ای ملک الموت، همه باید طعم تلخ مرگ را بچشند. همه خواهند مرد، صالحان، فاجران، متقیان، گناهکاران، پهلوانان و ناتوانان، دلیران و ترسوها، دوستداران دنیا و دوستداران آخرت، صاحبان همت بلند و بهمتان، همه و همه خواهند مرد. کل من علیها فان، سوره رحمن آیت 26. هر نفس صاحب روح فنا شونده است. کل نفس ذائقة الموت، سوره آل عمران آیت 185. هر نفس خواهد نخواهد چشنده مرگ است. جان خودت را هم بگیر. و این حضرت به یک جای تنهایی می رود و در وقت جان خودش را گرفتن چنان یک آواز می برآورد که اگر در دنیا کسی زنده می بود، از شنیدن این آواز فرشته مرگ دلش می کفد. خلاصه همه می مرند به جز ذات پاک خداوند. و بعد همه مردن خداوند بالای دنیا می آمده است و فریاد می کرده است ای پادشاهان، ای ثروتمندان، کجایید که بگویید که زمین زمینی از آن من است؟ اکنون زمین زمینی کی بوده است؟ پادشاهی از آن کی بوده است؟ من هم پادشاهی که نمیرنده هستم و دائما پادشاهی میکنم. پادشاهی من به آخر نمیرسد. خلاصه این سخنها را خداوند خود به خود میگفته است و باز خودش جواب میداده است. بعدا خداوند باز حضرت اسرافیل را دوباره زنده میکرده است که باز سر را بکشد و همه دوباره از خواب خسته در محشر قیامت اشتراک کنند و بگذاریم بعضی از آنها را آن روز که در هم آمیزند. در بعض دیگر از دمیده شود در سور، پس به هم آریم آنها را به هم آوردنیم. سوره کهف آیت 99. پیش از آن که سور را باید بکشند، خداوند امر میکرد است که از جنت لباس شاهی را گیرید و به بالای قبر عزیز من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بروید. و اولین شخصی که باید از قبر بخیزد این محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. به نزد قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می روند و فریاد می زنند که ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سر از قبر خود بردار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از قبر می خیزد و فرشته ها سلام خدا را برایش می رسانند و آن لباس های شاهی که از جنت گرفته بودند برایش پیشنهاد می کنند. حضرت قبول نمی کند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می گوید حال امتان من چگونه باشد؟ فرشته ها می گویند ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم،
تنها اولین کسی که زنده شد تو هستی. امت‌هایت حالا در زیر خاک هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید اگر خداوند روی خط همه امتانم را به من ندهد من این لباس را نمیپوشم. فرشته ها میگویند ای محمد صلی الله علیه و سلم نزد عرش پروردگار برو و این درخواست را از پروردگار بکن. حضرت نه پدرش به خاطرش می آید و نه مادرش. به یاد امتان سرگردان است که امتانش را از آتش جهنم نجات دهد. دوام به نزد عرش پروردگار می رود و سر به سجده می ماند و نمیگوید سبحان ربی الاعلی. با چشمان گریان میگوید خدایا ما در دنیا عهد بسته بودیم که روی خط همه امتانم را به دست من می سپاری. من میدانم که تو در عهدت می ایستی اما اکنون وقتش آمده است. راویان کتاب میگویند از گریه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عرش الهی به لرزه می آمده است. خداوند می گفته است ای پیغمبر من سر مبارک خودت را از زیر عرش بردار. من در عهدم می ایستم و تمام روی خط امتهایت را به تو می سپارم. تو شفاعت کن و من می بخشم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخنها را می شنود سر مبارک خود را از سجده می بردارد و آن لباس های جنتی را به بر می کند و به صحرای قیامت نزدیک می شود. بعضی ها می گویند پیغمبر صلی الله علیه و سلم چگونه در آن محشری که عددش معلوم نیست امتهایش را می یابد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قید حیاتشان این سوال را جواب گردانیده بودند که روز قیامت من امتهایم را از حسابی که در دنیا با طهارت میگشتند خودشان نمایان میشوند. گفتند ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه نمایان میشود؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت شما در حالت طهارت کردنتان هر جای عضو بدنتان را میشوید همان جایهای شسته شما در روز قیامت نورانی میشود و من به آسانی امتهایم را مییابم. آیا هیچ کس میداند که قیامت کی قایم میگردد؟ قایم شدن قیامت یکی از کلیدهای غیب است که علم آن را خداوند به خود خاص گردانیده است. چنانه که میفرماید به تحقیق نزد خداوند است علم ساعت و میفرستد باران را و میداند که آنچه در رحم یعنی بطن مادر است. هیچ نفس نداند که فردا چی کسب خواهد نمود و هیچ نفس نداند که به کدام سرزمین خواهد فوتید. سوره لقمان آیت 34. تو را از ساعت سوال نمایند که چی وقت است لنگر پرتافتنی آن قایم شدنی آن؟ بگو علم آن همان پیش پروردگار من است و آن را در میعاد خود تنها او روشن سازد. برای آن وزین آمد بر آسمان ها و زمین قیامت نآید شما را مگر ناگهان. سوره اعراف آیت 187. تو را از ساعت سوال نمایند که چی وقت است لنگر پرتافتنی آن؟ تو از کجا بتوانی آن را یادآور شوی؟ به سوی پروردگار توست پایان آن. سوره نازعات آیت 42 و 44. وقتی که جبرائیل علیه السلام به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مرا از قیامت خبر بده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند سوال شونده در این موضوع آگاهتر از سوال کننده نباشد و نشانهای قیامت را برایش ذکر نمود. برادران و خواهران عزیز، به خدا قسم یک نعمت است که خداوند برای ما برای شفاعت ما چنین پیغمبر خودش را فرستاده است تا اینکه ما در روز قیامت وارد جهنم نشویم. دعا میکنیم که خداوند از گناهان ما بگذرد و شفاعت پیغمبرش را بالای ما ارزانی گرداند. شاید فردایی نداشته باشی، چی میدونی که این کتاب را تمام نکرده بمیری؟ به سوی کارهای خیر و طاعت بشتاب. قرآن نور و روشنی قبر است، نماز راه سعادت و خوشبختی است. بر بینوایان بخشش نما که در بانک آخرت از ذخیره خواهد شد. چقدر میخوای زندگی کنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ پس از آن چی؟ پس از آن مرگ و فنا شدن است، یعنی نابود شدن است. پس از آن باز قیامت است. آنگونه که ملک الموت بر بالین دیگران آمد و تو شاهد جان دادن آنها بودی، بدان که فردا بر بالین تو خواهد آمد. زندگی هر قدر ادامه داشته باشد با مرگ پایان میپذیرد. ای غافل، پس بیا بنگر که همگان به سوی او باز میگردند، اما تو غافل هستی. غیر از تو دیگران راه توبه را پیش گرفتند و تو باز هم تکبری میکنی. تکبری با چی کسی؟ با پروردگارت.
با او که تو را از نستی خلق کرد، بر نمازی که نمیخوانی، به عملهایی که سر و پا ریا و خودنمایی است، به روزه‌ات که سحرش با حرام و افطارش با غیبت است، با اظهار محبت که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنی ولی به سنت‌هایش عمل نمیکنی، با دعایی که بر زبانت جاری میکنی ولی به قلبت نمیرسد، با کی تکبری میکنی با خدا، پس این را بدان که حریفت خیلی عظیم و قدرتمند است. انتظار باش. دوستان من سخن را همینجا به پایان میرسانم تا نوارهای دیگر الله میداند با شما باشم یا نه. و اخیر دعوانا علی الحمد لله رب العالمین.